میدونید تو سال 2020 کدوم بازیگرا بودن که با حرفا، حواشی زندگی مشترک، بی احترامیا یا حتی افتخارایی که به دست آوردن اسمشون تو سطر خبرها بوده؟ برای دیدن پرحاشیه ترین بازیگرای ترک همین الان روی دکمه عضویت بزنید و تا انتها این ویدیو رو ببینید. شماره 1 جان یامان. به نظر شما کسی هم جز جان یامان میتونه نفر اول این لیست باشه؟ جان کلاً استاد حرفای جنجالیه. از اظهار نظراش در مورد بازیگرا و پارتنراش بگیر تا اون جمله شوکه کنندش تو برنامه تلویزیونی اسپانیا به یه بیننده. همه اینا باعث ممنون مصاحبه شدن و به تعویق افتادن پخش سریال جدیدش شد و جان فرار رو به قرار ترجیح داد و یه مدت از ترکیه دور شد تا آبا از آسیا بیفته. اما مگه جان یه جا آروم بند میشه؟ از رفتن عکسش روی جلد یکی از مجله‌های ایتالیایی بگیر تا نوشتن یک کتاب با عنوان جان یامان تا ابد دوستت خواهم داشت به وسیله طرفدار ایتالیاییش و آخرش هم که با دعوت شدن به تلویزیون ایتالیا ترکوند. البته طرفدارای اسپانیاییش هم کم نذاشتن و عکس اونو رو در و دیوار خونه‌شون نصب میکنن و حتی ماکت مقوایی اونو تو خونه‌شون میذارن. نگم براتون از شرکتش تو پارتی شب هالووین. چیزی که بیشتر از همه به چشم اومد بیخیالی جان نسبت به کرونا و بی‌توجهی به غم هموطناش به خاطر زلزله وحشتناک ازمیر و شرکت تو این جشن بود. البته شیوه فرار کردنش از اون مخمسه هم به نوبه خودش جالب بود. مثلا میخواست زرنگی کنه و بی سر و صدا با قایق فرار کنه، اما خبرنگارا از اون زرنگتر بودن و اونو شکار کردن. این بار اولی نیست که جان مجبور به فرار از پارتی شده. کلاً جان یامان ید طولایی داره از شرکت کردن توی پارتی ها و کلوبای شبانه و وقت گذروندن با دخترای غریبه و تبدیل شدنش به تیتر اول خبرها. فکر کنم با شنیدن این اخبار شما هم دیگه با من موافقین که جان یامان مرد شماره 1 اخبار سینما و تلویزیون ترکیه است. شماره 2 کرم بورسین و هانده ارچل. به نظرم رتبه دوم تعلق میگیره به هانده و کرم با هم. حالا میگید چرا؟ چون از وقتی سریال تو در خانم را بزن شروع شد این دوتا هر روز با یه خبر نقل مجالس شدن. از بازی قشنگ و احساسیشون کنار هم بگیر تا لایوا و عکسای مشترک و پربازدیدشون و حتی همه جا کنار هم ظاهر شدنشون. البته از خبرنگارا اصرار و از هانده و کرم انکار که با هم رابطه دارن. این خبرها با پخش شدن ویدیوی سکانس بوسه جنجالیشون به اوج خودش رسید و حتی خیلی میگن که دوست پسر هانده موراد دالکلیچ که تازه خبر قبول کردن پیشنهاد ازدواجش توسط هانده تیتر همه خبرو شده بود به خاطر این سکانس و حسادت به کرم از هانده جدا شد و صد البته که این خبر به شایعه ها بیشتر دامن زد. کرمم توی یه جمله جالب گفته که ما فقط کارامون رو با هم انجام میدیم. همین. البته وقتی کرم بورسین باشی با لیوان دستت هم خبرساز میشی. اونم لیوانی که حرف دی روش نوشته شده باشه. دمت یا هانده؟ مسئله اینه. شماره 3 دمت اوزدمیر. اوایل سال دمت اوزدمیر با انتشار خبر رابطه جدیدش با یامان تاجر اغلو، تاجر معروف ترکیه، همه رو شوکه کرد. اما همون قدر که خبر رابطهشون غیر منتظره و یهویی بود، خبر جداییشون هم به همون سرعت پخش شد. بعدش هم که دمت مثل جان یامان برای شرکت توی مصاحبه تلویزیونی به ایتالیا دعوت شد، حتی خود دمت هم فکر نمی‌کرد اینجوری ازش استقبال بشه. دمت این روزا با ولخرجی هایی که میکنه خیلی توجه ها رو به خودش جلب کرده. از لباسای گرون قیمتش و خریدن 5 جفت از بوت مورد علاقش گرفته تا سفر تابستونی پرخرجش.
حالا هم که خرید ویلای 4 میلیون لیریش اونو سر زبونا انداخته و البته دمت خودش اعتراف کرده که وقتی حرف از خرید باشه اصلاً نمیتونم خودم رو کنترل کنم. علاوه بر اینا خبرایی مثل رابطه نزدیک دمت با کرم بورسین، انتخاب شدن دمت جزو 100 زن زیبای دنیا و از همه جالبتر دنبال کردن اون توی شبکه‌های اجتماعی به وسیله ریکی مارتین، خواننده معروف، هر روز تونسته اسم اونو توی خبرها بیاره. شماره 4. سرنا ساریکایا. سرنا یه بازیگر همیشه خبرسازه، حالا یا با بازیگری خوبش یا با حواشی روابط عاشقانش یا حتی با لباسای گرون قیمتش. سرنا سال جدید رو با برنده شدن به عنوان بهترین بازیگر تئاتر شروع کرد. بعد از اون جدایی پر سر و صداش از کرم بورسین، حالا همه جا زمزمه هایی از آشتی دوبارهشون به گوش میرسید که خیلی غیر منتظره سرنا با جیم ییلماز، کمدین معروف، دست تو کوچه های آتن دیده شدن و این رابطه با یه مردی که جای پدرش بود عین بمب رسانه ها رو منفجر کرد. بیرون رفتناشون، پیشنهاد ازدواج جیم ییلماز و پخش شدن عکساشون توی سفر تابستونیشون به بدروم و شایعه حاملگی سرنا هر روز یه سوژه جدید برای خبرنگارا بود. جیم انقدر نچسب بود که یکی از کاربرای توییتر براش نوشت از معدود افراد مشهوری هستید که کنجکاو روابط عاشقانش نیستم. وقتی شما رو تصور میکنم معدم درد میگیره. جیم هم در جواب نوشت تصور نکنید، هر چیزی که بهش فکر کنید به سرتون میاد. همه توی شوک رابطه سرنا با جیم بودن که خیلی یهویی با اعلام خبر جدایشون و پس دادن هدایای جیم توسط سرنا تیر خلاص رو به سمت رسانه ها شلیک کردن. شماره 5. نسرین جوادزاده. نسرین جوادزاده که این روزا با بازی قشنگش توی سریال سیب ممنوعه خیلی تو چشمه، انگار عادت کرده مثل نقشش جوری رفتار کنه که نشه حرکت بعدیشو حدس زد. چند وقت پیش یک عکس جنجالی ازش پخش شد و نسرین اعلام کرد که هیچ کسی تو زندگی نیست و ما یکم تو تنظیم جای بوسه اشتباه کردیم. ما فقط دوستای قدیمی هستیم. اما با گفتای تلت بلود که نسرین به زودی ازدواج میکنه، همه منتظر بودن ببینن مرد زشت رویاهای نسرین کیه. حالا حتما میپرسید چرا زشت؟ جونم براتون بگه که نسرین توی مصاحبه‌ای که خیلی هم سر و صدا کرد گفته بود من مرد زشت دوست دارم و به قول مادر بزرگم مرد باید یکم از میمون خوشگل‌تر باشه. در واقع انقدر که شایکا تو فیلم واسه کریم دلبری کرد تو واقعیت مخشو زد. حالا خبر رابطه نسرین با گوکان آلکان، همون آقا کریم خوشتیپ سیب ممنوعه و احتمال ازدواج زود هنگامشون تیتر اول همه خبرگزاریا شده. خوب شد معنی مرد زشتم فهمیدیم. این در حالی بود که طرفدارای ادا اجه دوست داشتن اونو کنار گوکان ببینن ولی قسمت نشد. شماره 6. آسلی انور. آسلی که با جدایش از مراد بوز با اون رابطه عاشقانه‌شون کلی خبرساز شد و دل طرفداراش به درد اومد، بعد از مدت‌ها تصمیم گرفت که زندگیشو سر و سامونی بده. اون با بسکتبالیست معروف کرم تونچری وارد رابطه شد. اما انگار اصلا به آسلی خوشی نیومده، چون خیلی زود پیام‌های غیر اخلاقی از کرم با افراد مختلف همه جا پخش شد و بعد از جنجالایی که پیش اومد رابطه کرم و آسلی شروع نشده تموم شد. حالا آسلی نمیدونه با غم جداییش کنار بیاد یا با بیماری خانش پریشی که دچارش شده. آسلی انور توی مصاحبه جدیدش با مجله ماری کلر در مورد عشق در زندگیش گفت عشق دیگه چیه؟ فعلا که اصلا نمیدونم و یادم نمیاد. صبر کنید هر وقت رابطه عاشقانه‌ای داشتم بعداً دربارش سوال کنید. شماره 7. ادا اجه.
ادا که الان با پخش سریال سیب ممنوعه تو اوج شهرت و محبوبیته، انقدر آدم دلسوز و مهربونیه که باعث میشه همیشه تیتر خبرها باشه، اما نه با خبرهای بد. از خرید کاپشن برای کودکان خیابونی بگیر تا کمک به حیوانای زخمی، اون هیچ جور محبتشو از هیچ کسی دریغ نمیکنه و اینا هیچ وقت از دید خبرنگارا پنهون نمیمونه. در کنار اینا خبر جدایی ادا از دوست پسر بسکتبالیستش همه جا پیچید. اما درست زمانی که زمزمه های از رابطه ادا و گوکان بود، گوکان و نسرین همه رو سورپرایز کردن و ادا هم با دوست پسر خودش آشتی کرد. آخه شما بگین مگه میشه به این مفتیات دختری مثل ادا رو از دست داد؟ شماره 8. اوزان گوون. گوون که خیلی آروم و بی سر و صدا داشت با دوست دخترش دنیز بلوتسوز که 17 سالم از خودش کوچیک‌تره خوش میگذروند، دنیز با انتشار یه پست اونو کاملا با خاک یکسان کرد. قضیه از اونجایی شروع شد که دنیز توی یه پست ماجرای کتک خوردنش تا حد مرگ رو از گوون واسه همه توضیح داد و همه جا پخش کرد و با کلی مدرک از عکس و پیام و برگه پزشکی قانونی از دوست پسر خودش شکایت کرد. کار انقدر بالا گرفت که گوون از کادر بازیگرای سریال بابیل اخراج شد. حالا گوون مونده و دادگاه و یه جامعه مخالف خشونت علیه زنان. شماره 9. برن سات. فکر میکنم برن سات این بازیگر محبوب امسال همه سعی خودشو کرد که کار و زندگی شخصیشو با قدمای مثبتی شروع کنه. اون تونست یه جایزه افتخاری توی 18مین دوره جوایز ستارگان سال کسب کنه. بعد از شنیدن کلی خبرهای بد در مورد ازدواجش، اون و همسرش کنان دوغلو که یه خواننده معروفه تصمیم گرفتن یه شانس دوباره به زندگی مشترکشون بدن. بله، اونا تو اولین قدم مثبت بی خیال ویروس کرونا به لندن رفتن تا هم ولنتاین و هم تولد برن رو با تأخیر جشن بگیرن و کل توجه رسانه‌ها رو به خودشون جلب کردن. حتی برن همه سعی خودش رو کرد تا اختلافای معروف عروس و مادر شوهریش رو کنار بذاره و قدم بعدی رو تو بهبود روابطش برداره. کنانم که 16 بار به برن پیشنهاد ازدواج داده و 6 بار هم انگشتر خریده و یه جورایی هم از هفخان رستم گذاشته تا تونسته از برن بله رو بگیره، مسلماً به این راحتی حاضر نیست اونو از دست بده. اما این پایان خوش اونا نبود، چون توی این سالی که گذشت بارها و بارها خبر جدایشون پخش شد. اما اونا باز هم با هم دیده شدن، جشن گرفتن، به مسافرت رفتن و همچنان همه منتظرن تا ببینن تلاشای اونا نتیجه مثبتی داره یا نه. اما کاش به همین جا ختم میشد. چند وقت پیش بود که برن حالش بد شد و راهی بیمارستان شد. خبرنگارا میگفتن که تست HIV برن مثبت شده. البته هنوز این خبر رد یا تایید نشده. امیدواریم دروغ باشه. شماره 10. فرح زینب عبدالله. انگار فرح عزمش رو جزم کرده که همین امسال نیمه گم شدهش رو پیدا کنه. وقتی هنوز همه جا حرف جدایش از احمد ریفات شنگار بود، خیلی زود دست تو دست با دوغ و دمیرکول همه جا ظاهر می شد. اما این رابطه‌اش هم به سرعت برق و باد بعد از 3 ماه تموم شد و حالا به نظرتون نفر بعدی کی میتونه باشه؟ بله، خواننده معروف و محبوب مراد باز. البته که اونا فعلا در حال تکذیب رابطه شونن. فرح عکس‌العملای جنجالی هم به کامنت‌های فالووراش داشته. تو جواب یه سریا که میگفتن عمل زیبایی کرده، مصاحبه کرد و گفت تا حالا هیچ عمل زیبایی انجام ندادم و ترجیح میدم بدون هیچ عمل زیبایی سنم بالا بره. تو جواب یکی دیگه که با فحش بهش اعتراض کرده بود که چرا انگلیسی جواب میدی، با همون فحش بهش جواب داد که درست صحبت کن.
این کامنت فرح کلی سوژه شد. شماره 11 مریم اوزلی. مریم اوزلی که همه اونو با نقش خرم سلطان میشناسن، این روزا خبر بارداری دومش همه جا پیچیده. جنسیت بچه دختره، اما اسم بابای آمریکاییش هنوز یه رازه. از مریم اوزلی انتقادای زیادی در مورد عملهای زیباییش میشه، اما اون معتقده که هیچ وقت تو این مورد زیاده روی نکرده. جالبه که بدونید مریم اوزلی جدیداً به معنویات روی آورده و شروع به خوندن قرآن کرده. اون که همیشه عاشق داشتن کافه بود، حالا تصمیم داره 2 کافه تو برلین آلمان افتتاح کنه و حتی خودش هم یه سری از خوراکی‌های خوشمزه اونجا رو درست کنه. امیدوارم از دیدن این ویدیوی جنجالی لذت برده باشین. حالا شما به ما بگین از اینا پرحاشیه ترم مگه داریم؟